21 اوگوست بر اثر برخوردن اتوبوس با ماشین بارکش در اولیانوفسکی روسیه 16 نفر از جمله دو شهروند روسیه و 14 شهروند قرقیزستان هلاک شدند. دو مرد و یک زن قرقیز جراحت برداشتند و به شفاخانه انتقال یافتند. روز دوشنبه پرزیدنت قرقیزستان به خویش و اقربای فوتیدگان اظهار همدردی کرد و به یاد قربانی‌های این فاجعه 23 اوگوست را در قرقیزستان روز ماتم ملی اعلان کرد. خدمات نجات میگوید اتوبوس خرد مهاجران در بین دو ماشین بارکش مانده است. قربانیچبک ارکینجانلولو جیان یکی از مردان مجروح شده میگوید مهاجران قرقیز در دو ماشین عازم مرزی روسیه با قزاقستان بودند. راه تعمیر میشد و آنها منتظر باز شدن آن بودند، ولی همین لحظه ماشین بارکش از عقب به اتوبوس مسافربری مهاجران قرقیز برخورده است. ارکینجانلولو افزود که بر اساس قانون‌های روسیه مهاجران کاری جهت نو کردن مجوز کار و حق اقامت در این کشور مجبورند که بعد از مدت معین از روسیه خارج شوند و برگردند.